میفرمایند صلی الله علیه و سلم الراحمون یرحمهم الله، کسانی که رحم بکنن خدا رحمشون میکنه. ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، به اونهایی که در روی زمینن رحم بکنید تا اونهایی که در آسمان به شما رحم بکنه. میگه خداوند رحمتو از دل انسان سنگدل در آورده. من لا یرحم لا یرحم، کسی که رحم نکنه رحم نمیشه. رحمش تعدی پیدا کرده از دوستانش حتی به دشمنانش. رحمش تعدی کرده از انسانها حتی به حیوانات. نه اگر شما درختی بکارید یا زراعتی رو انجام بدید که اون درخت بزرگ بشه، اون زراعتتون پرنده، خزنده، انسان، هر کسی ازش استفاده بکنه صدقه ایست برای شما. همش درباره مهربانی پیامبر هست. گفتارش، راهنمودهاش همه درباره محبت، خدمت، گذشت، عفو. انسان کوچک حب انتقام دارد. کسی که میخواد بزرگ بشه، رهبر بشه، مصلح بشه، مربی بشه، اگه حب انتقام داشته باشه اون خیلی کوچکه. انسانهای بزرگ که قلبها رو تسخیر میکنن حب انتقام ندارن. انسانهایی که دلشون خیلی کوچکه حب انتقام دارن. الم نشرح لک صدرک، آیا سینه تو رو منشرح نکردیم؟ خدا بهش میگه. علما میگن اسباب انشراح صدر 3 تاست: صبور بودن و گذشت کردن. انسانهای کوچک با دل کوچک، کم طاقت، کم حوصله، دنبال انتقامن، نمیتونن ببخشن، خودخوری میکنن، شب و روز آرام ندارن. دومین اسباب انشراح صدر این که انسان نگاهش دور بکنه به همه انسانها، نگاهش زیر پاش نباشه به خویشاوندان خودش، به دور و برای خودش، نه به همه. سوم مخالف پذیری. انسانهایی که دلشون کوچکه نمیتونن نگاهی و نظری و رأی غیر از رأی خودشون بپذیرن، در جا حذفش میکنن اگه قدرت دارن. سومین نشانه صدر پیامبر این که مخالف رو میپذیرفت. در مدینه با یهود و نصارا معاهده امضا کرد. کفار قریش در فتح مکه که 10,000 نفر همراهشون بود، یک جا عفو عمومی اعلام کرد: اذهبوا فانتم الطلقاء. 10,000 نفر شب رسیدن اطراف مکه، اتراق کردن. پیامبر گفت هر 10,000 نفر یک آتش باریکی روشن بکنه. ابو سفیان 21 سال جنگید با هند جگرخوار، مبارزه کرد، مصادره کرد، وادار به هجرت کرد. الان 10,000 مجاهد همراهشه که آمدن برای جان باختن. اهل مکه دیدن این همه آتش، 10,000 آتش، هیبت در دلشون افتاد. پیامبر صبح که وارد شد این آیه رو تلاوت کن: جاء الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا. تکی چوبی دستش بود، شمشیر رو تو غلاف گذاشته بودن. به هر 10,000 نفر گفت کسی شمشیر نشون اهل مکه نده، شمشیرها همه تو غلاف. برید در سیرت مطالعه بکنید، کسی که این همه الان قدرت داره و 21 سال باش مبارزه کردن، 13 سال انواع شکنجه ها رو اعمال داشتن. حصار شعب ابی طالب 3 سال که بوته درختها رو میخوردن، شکمبه شتر رو سرشون مینداختن، وادار به هجرت به حبشه کردن. سمیه رو نیزه زدن، شکنجه بلال دادن، آل یاسر رو شکنجه دادند. فرق بین انبیا و ملوک و سلاطین و پادشاهان. یه چوبی دستش بود. میگن در تواضع متواضع ترین حالت پیامبر وارد شد صلی الله علیه وسلم. میزد تو شکم بت‌ها، سکوت، بعد رفت خطبه خوندن.
گفت ای اهل مکه یا معشر قریش، امروز گمان شما درباره من چیه؟ گفتم برادر و پسر برادر بزرگوار و با گذشت. گفت همه تون برید که همه تون آزادید. حتی بهشون نگفت که مسلمان بشید از ترس شمشیر، ولی پای هیچ کدوم حرکت نکرد که بره. گفتن اشهد ان لا اله الا الله و اشهد انک رسول الله صلی الله علیه وسلم. بعد از 21 سال صبوری و مهربانی و تلاش و عفو عمومی و گذشت، از دشمنانش انتقام نمی گرفت و خوشش نمی آمد که لذت ببره با انتقام. اینطوری همه رو تسخیر کرد. اگر انسان مهربان نباشه نمیتونه ببخشه. پیامبر صلی الله علیه و سلم نقل میکنه مهربانی نسبت به حیوانات. میگه مردی در راهی میرفت، تشنه شد، رسید به چاهی، خیلی تشنه شد، رفت تو چاه، آب آورد خورد، جون گرفت. در مسیر میرفت، معذرت میخوام، دید که سگی از تشنگی زبان کشیده داره تلف میشه. گفت همون چیزی که قدرتو از من گرفته بود امروز این سگ، این حیوانم اینطوری عاجز کرده. برگشت به همون چاه، آبش کفششو گذاشت تو چاه، آب در آورد، داد به چی؟ داد به سگ. سگ جون گرفت. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه که خدا از کارش تشکر کرد، ستایش کرد و او رو مورد عفو بخشش به خاطر یک قطره آب برای یک سگی که ما میگیم این سگ نجس پلیده. و نقل میکنه پیامبر که زنی در قوم بنی اسرائیل به خاطر یک گربه به جهنم رفت. این گربه 3 روز زندانی کرد، نه اجازه داد که بنوشه، بخوره، شکار بکنه. بعد از 3 روز در باز کرد که مرده. دمشو گرفت بیرون انداخت. خداوند برش خشم گرفت. حتی برای حیوانات میازار موری که دانه کش است که جان دارد و جان شیرین خوش است. کسی رو تحقیر نکنیم، دلمون بزرگ باشه. خیلی عنوان خوبیه، اونم تو چه روزی؟ آقای حسین نژاد گفت امروز روز جهانی مهربانیه. میتونیم همدیگر رو ببخشیم. باور بکنید امروز کفار نسبت به مسلمان ها مهربانتر از خود مسلمان ها به خودشون. اینایی که با کار سر مردم میبرن، مسیحی باشه، یهودی باشه، مسلمان باشه، هر کسی، اون اندازه که امروز مسلمان داره مسلمان میکشه و سر مسلمان میبره و ناموس مسلمان داره مصادره میکنه و کودکان مسلمان داره تارومار میکنه، کفار نمیکنن، خود مسلمان ها دارن میکنن. یک توبه جانانه لازم هست. باید بر بگردیم. هیچ راهی دیگه نیست. دنبال خشونت نرو که خشونت تو رو شکست میده. خشونت و ظلم مثل اسلحه است که لولش به طرف خودته، فکر نکن به طرف دیگری است. خشونت در همه مذاهب انسانی و مذهب عقلا و در همه ادیان آسمانی محکومه و محکوم به فناست. این مهربانی است که پایداره، این گذشته که پایداره. بیایید معاندین رو تبدیل به مخالفین بکنیم و مخالفین رو تبدیل به موافقین بکنیم. بیاییم دست دوستی به هم دیگه بدیم. بیاییم هر کسی منادی وحدت بود و یک پارچگی و همبستگی و همدلی، اون دست رو بفشاریم به رسانه های بیگانه و شبکه های مغرض، چه شیعه، چه سنی، چه یهودی، چه مسیحی، چه غیر مسلمان، چه مسلمانی که میخوان وحدت امت اسلامی و یک پارچگیشون رو به هم بزنن، تفرقه بنداز، حکومت بکن، توجه نکنیم. میدونی چرا وحدت و اتحاد و یک پارچگی عزیز و دوست داشتنی است و آرزوی هر مسلمان و انسان شریف و فهیم است
به خاطر که از یک پارچگی و وحدت امنیت تولید میشه و وقتی امنیت باشه نعمت به کامتون میشه، آرامش پیدا میکنید. اگر وحدت باشه امنیت هست. ما امروز و امشب تو شهر بستک بین برادران و خواهرانمون مسئولین شیعه و سنی تو این کشور عزیزمون در منتهای آرامش 2 ساعت 3 ساعت آرامش داریم که چنین مراسمی برگزار بکنیم. به خدا همین مراسم ها اگر تو یکی از کشورهای همسایه باشه منفجرش میکنن، حتی که تو مسجد باشه. امنیت نیست. داریم میشنویم هر شب که فلان مسجد رو منفجر کردن، فلان همایش رو منفجر کردن، فلان جلسه تشیع رو منفجر کردن، فلان جلسه تسنن رو منفجر کردن، 200 نفر کشته داد. توسط کی؟ توسط کسانی که عمامه بر سرشونه. ریششون تا اینجاست. قدر این وحدت رو بدونیم. از وحدت امنیت تولید میشه. هر جایی که 3 چیز باشه زندگی به کام اونهاست. نعمت فراوان باشه، امنیت باشه، آزادی هم باشه. این 3 چیز لازم و ملزوم هم دیگه هم. نعمت باشه آزادی نباشه، آزادی باشه نعمت نباشه، نعمت و آزادی باشه امنیت نباشه. تو یه تعدادی از انسان‌ها رو بذار تو هتل 5 ستاره، همه امکانات در اختیارشون بذار، بهشون بگوش 3 ماه حق نداره از این هتل خارج بشی، ولی بخورید. آزادی ندارن. نعمت دارن، امنیت دارن، ولی آزادی ندارن. این 3 تا باید با هم باشه تا زندگی به کام باشه. سه چیز خیلی بهش توجه بکنید. 1. خوب سلام کردن. اونایی که مارکتینگ خوندن، بازاریابی، میگن 3 چیز به زبان ساده، 3 چیز کل مارکتینگ رو 3 چیز میچرخه. بازاریابی، یکی گود سلام، زیبا سلام کردن. با یک سلام تو میتونید یک تحول ایجاد بکنید. این سلام کردن رو درست سلام بکنید. پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی به کسی سلام میکرد، وقتی میخواست روبروش بشه، دستشو دراز میکرد، دستش تا ته، تا این پنجه دستش میداد و نگاه تو چشمش میکرد، نه اینکه با سر انگشتش روش به طرفی باشه. گود سلام، با تمام وجودش سلام میکرد و میگفت السلام علیکم، نگاه تو چشمش و مسیر دیگه نگاه نمیکرد، دستش هم تا ته فشرده بود. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلامتی و امنیت بر تو باد، من دست دارم میدم، و رحمت خدا بر تو باد و برکت خدا سرازیر زندگیت باد. این معنی سلامه. اینم دست من، اینم نگاهم تو چشمت. همین سلام و درست سلام بکنیم. گود سلام، گود اسمایل، یعنی گود لبخند زدن. پیامبر میگه لبخند زیبا صدقه است. تبسم فی وجه اخیک صدقه. به هم دیگه صدقه بدیم. خدا لبخند تو لب گذاشته که اخم بکنیم، به هم دیگه صدقه بدیم، لبخند بزنیم. پس خوب سلام کردن، خوب لبخند زدن و گود بای، خوب خداحافظی کردن. وقتی هم خداحافظی میکنید درست خداحافظی بکن. یک خداحافظی تا آخر عمر تو نگاه مقابلت میمونه، ولی یک بی احترامی، بی رغبتی هنگام خداحافظی شاید چه تا آخر عمر اونم روش گیر بده و مشکل پیدا بکنید. خودمون رو اصلاح بکنیم. قابل اصلاح هستیم، همه چیز مهیاست. اگر خودمون رو اصلاح نکنیم خودمون نخواستیم، کسی مانع نشده که خودمون اصلاح نکنیم.